سلام دوستانی قند، به نشر مخصوص خبرشو و اسفانوس خوش آمدید. آخرین بازدید وزیر کارهای خارجه روسیه را از دوشنبه می شود طاووسی نامید. زیرا از نتیجه سیاسی این سفر دیده رسانه ها در مورد رد و بدل های سرگئی لاوروف با طاووس ها زیادتر گفتند. گمان است که این سفر به این زودی ها از یاد سرگئی لاوروف زدوده شود. تخمین میکنیم حتی خوابهایش نیز چندین وقت طاووسی خواهند بود. مثل همان سخنرانی تاریخیش در مورد یهودی ها که دردی سرساز شد و حتی پوتین را برای بجای او بخشش پرسیدن مجبور ساخت. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он с этими секретами с нами не поделился. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه که برای اشتراک در جلسه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به دوشنبه آمده بود، در یک گوشه زیبا منظر با خبرنگاران رسانه‌های دولتی روسیه صحبت می‌کرد. وقتی لاوروف گپ می‌زد، طاووس‌ها هم برابر او سرودخوانی می‌کردند. چنان از نوت‌های بلند گرفته بودند که وزیر حتی مجبور شد کمی توقف کند. در این لحظه ها لاوروف چی که حتی بعضی سراینده های پاپ تاجیک هم نمی توانستند با آنها سبقت کنند. ای بلین، я так и знал, что ты это скажешь, а? درک کردن دشوار بود که طاووس ها به اظهارات لاوروف اعتراض دارند، با او یگان پیام رسانیدن میخواهند یا هم تو وقتشان چاق است و الهامشان آمده است. Ответ странный. Не знаю. لاوروف هم شاید احساس کرد که در این شرایط با طاووس‌های سرسخت سبقت کردن بی‌فایده است، یا شاید از بی‌آدابی آنها سخت ناراحت شد که به خبرنگاران خطاب کرد دوامش را رفته از طاووس‌ها بپرسید. Регулируется имеющимися действующим межправительственными соглашениями достижение согласия между всеми. Теперь остальное с павлинами давайте. Павлины, говоришь? بالای سوختن نمکاب وقتی سرگئی لاوروف از محل نشست بیرون میشد، خبرنگاری نستایش ورمیا که همراه با چند خبرنگار دیگر به صحبت وزیر راه دادن نشده بودند میخواست به سوالهایش جواب بگیرد. لاوروف باشد با ضربه به او هم توصیه داد که رفته با طاووس‌ها صحبت کند. Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ. А нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению. از سخن شریک استراتژی شکستن گردن شیطان شکند گفته ما به توصیه جناب لاوروف گوش دادیم و به سراغ طاووس‌ها رفتیم. А что так можно было, что ли? سلام دوستان عزیز، امیدوارم که قضیه پرسر و صدای اخیر را در مورد جناب لاوروف و پاسخش برای نزد یا از طاووس‌ها جواب گرفتن در خاطر دارید و ما هم با توصیه جناب لاوروف آمدیم به سراغ طاووس‌ها تا از آنها در قضیه‌هایی که می‌خواستند خبرنگاران از لاوروف بپرسند جواب بگیریم. حالا ببینیم که کدام از طاووس‌ها می‌خواهند با ما صحبت کنند. جناب طاووس، امیدوارم که خوب هستید. پرسیدنی بودیم که چون جناب لاوروف ما را به نزد شما فرستادند، آیا وابسته به قضیه روسیه در اوکراین چی نظر دارید؟ تحریم هایی که نسبت روسیه اعمال شده است به شما هم یا در تاجیکستان هم تا چه اندازه تاثیر خود را رساند؟ چون الکی میگویند که نرخ آرد و گندم هم از حد قیمت شده است. قضیه روسیه در اوکراین تا چند وقت دیگر ادامه میکند؟ تصمیم فنلاندی و شویتزر را وابسته به وارد شدن به ناتو چگونه ارزیابی میکنید؟ و نمیتوانستیم از سوال اساسی صرف نظر کنیم، اینکه چرا وقتی گپزنی لاوروف اینقدر بیقراری میکردند. بزرگترین طاووس را که از حرکتهایش معلوم بود طاووسان دیگر در اطاعت او هستند پیدا کرده، سوال مذکور را کندلنگ در برابرش گذاشتیم و انتظار پاسخ نشستیم. شما بیننده نشر مخصوص خبرشو بودید. تا صحبت‌های دیگر طاووس‌هایتان را غم نباشد. خیر.